و عنبا و قضبا و الله یک نوع از میوات و یک نوع یعنی یک گروه از سبزی های که میشموت کشی مثل اسپوست و یونجه و شانا منظور قضبا منظور همشین قضبا و عنبا و قضبا انواع انگور و قضبا و انواع انگور ها هم متنوع مروی چشما بچار رنگ برنگ انواع هر رنگ بی الله سبحانه و تعالی وشی ما آیون برای شما منفعت درست کتا این انسان ها الله که برای منفعت شما انواع و عنبا و قضبا من برای شما انگور که شراب ها از قدیم و ایام اهم انگور درست بی و قضبا و سبزی اسپوست و یونجه و انواع آیام الله سبحانه و زیتون و نخلا و زیتون و درخت خرما که بسیار منفعت داری 4 تا 5 تا خرما دانه خرما بود سیر به قوت گره چنان و چیز قوه و زیتون انواع روگن ها انواع روگن اهمی زیتون مشما گیندین که انواع روگن هستن و وقتی یک میوه و یک خوراکی و حتی روگن مشما مشم نانورین و حدائق قلبا و الله باغای پر درخت و فاکهت و تمام جنگل های پر درخت انبوها الله و ابا و آد تمام یہ چیش گوشم مشما علف های حرز و تمام علف های که خود به خود روش ابا منظور گیان که خود به خود به وسیله بهاره که الله سبحانه و تعالی هور ریچ خود به خود روشت اما قضبا که در اول منام بود مثل اسپوستوشان که چند برادری آیا قضبا به معنی و ابایی که خود به خود مثل علف حرز و شان خود به خود رود و الله چندین نوع ادا نام بود برای منفعت متاع لکم و لانعام برای شما و انعام شما برای حیوانات شما و ایا حیوانات شما چین که سود برید گوشت آیا استفاده کنید ای پوستش آیا استفاده کنید ای گوشت آیا استفاده کنید آن سوار بید حمل بید و راهای طولانی سفر کنید در سوره انعام شکل نام برتگ الله سبحانه و تعالی و بچارت الله یک منفعت شما را داتا و الله شکر بگرید الله عبادت کنه بسوی الله و یگان رب بیاید و زیر تنها راه و همایی تنها راه همایی راهی که راه درست و هدایت و بزانت ای مردم روی چه مشما زندگی بین روی چه که هیچ کس نتون پیا که سود برسینی جز به امر الله که زمانی که مؤمنین شفاعت بکنه آن که نیکیان اما اگر گناهکار به و در روز قیامت هیچ کهت درد نوا یوم یفر المرء من اخی نبرات درد و امه و ابی نت مات و نت پیت و صاحبته و بنی نت جنین و نت چوک هیچ کت درد نوا لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی هر مردی در ادام بعضی جست کنه که آیا بودن مردم لختی چطور مردم حیا نکن مردم برحال حیا داری انسان در دنیا تو که مردم رو نکن کل در یک مثلا اکثرا همه انسان ها البته رو نکنم در اوریان بیایم در جمع همه اوریان بیان و مردم رو نکن و در یه سوال حتی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها جزتی که یا رسول الله آرو چه روی چه شرم آوریم که کل لخت جنین و مردین چطور الله سبحانه و تعالی در همه پاس و گوشی روی چه که هر کس در شغلی گرفتاری هر کس گرفتار و تی گناهانی
و مثال های در ما البته طولانیه که گوشم مشک در دریا این تو گربه در دریا مقیم موج یه آیا گو هم در یک تخته نینده ترس و وحشت موج با هم در کنار هم گربه و موش که با هم دشمنه از ترس ما ودا دقیقا یه طوری حالت داری بزرگان مثال جنا الله سبحانه و تعالی عبادت بکنید که آر روز یہ آیات که ما بیان کتا آیات سوره عبس و سوره مؤمنون شانان وتی ذهن تو کا وسپار که الله این که نعمت داتا شمارا بیاید بسوی الله بیاید بسوی ربی که آسمان ها و زمین خالقی آئی عزت تو اذ من تشا و تذل من تشا عزت دست آئی تو اذ من تشا و تذل من عزت دست الله و ذلت دست الله و بیاید بسوی الله و چوکان تربیت کنید و چوکان اعلان گوشی مدید انسان ها برحال آیات زیادی ها ملوٹے اما وقت نیستی دوستان عزیز و تی چوکان بسوی اسلام بکشید بسوی دین بکشید بسوی قرآن مجید کی آبروی برای دنیا برای شما عزت و افتخاری و هم برای آخرت برای شما عزت و افتخاری که شما چوک حافظ کل قرآن بھی شما چوک شما سرفراز بی در مقابل ہمیں بجز چی در آخرت تاجی که از نور خورشید بالاترین نوری برای پدر مادرین که وقتی چوکا دیم دا و چوک حافظ و قرآن بھی تعلیم قرآن گیندی دیم دا و تربیت درستی کن تربیت درست کنید چوکان ویل مکنید چوکان بسوی رفیق های ناباب کشینگ بیان و بسوی بهتان ها و دروغ ها و چرندیات و انواعشان با رفیقای ناباب همراه بین و شان یاد گرم من یک سری مطالبی یادداشت کتا که در مورد همه مطالب که ما الان شما را گوشین دوستان عزیز بسوی بس وقتی چوکان متوجه بید آیانا یہ 4 ماہ کے تعطیلہ دیم دید بسوی مدارس دینی کہ قرآن تعلیم بگیندہ و یک اینکه یہ خرید گوشیا پچوکان 13 ساله از برحال متولد بین انا گوشی شوریم 4 سال ماتا بین گوشی ما موچین تے یہ چی وازن بامشی آچوک چا متقلدی ہر چیز گندی تقلید کا ہر چیز گندی درون آئی الان مثل یک میموری که حافظه خالی و همه چیز با خود جذب کن در مغز و ثبت کن مغز که خالی بی به همه شکل بی بعد با موتور ماشین مگرید چوکان سرش پور شده هم باشه خلاصه من گوشم وقت نیه به هر حال چندین نفر هنچو دیده تصادفش کتا یا که بعضی از مردمان جتا و حتی مرتگم بعضی از مردمان یہ تو چوکان در سن 13 تا 20 سالگی حتی ماشین مگرید چند سر پور و سیکنی با رفیقای ناباب حیلت گردم و نہیں که آی با رفیق مگر تک شادشی من گمران در حال که تی چوک گمران تی چوکا ادب کن وتید در حال که تا آنگ مدگه شهرستانا سالان سال از روز که تی چوک متولد بیتا تا این نگیندگی چطور توقع داره تا چوک صوفی و اولیاء اللہ بی و چوکا مردم تربیت کن
و چوکا اهمیت دا به چوکا وقت لی گروه چوک تربیت بی نه چوکا ویل کنه به امان خدا بیل لگه سالیان سال نه شان حق داره متگردن و روز قیامت ایتا سوال و جواب بی شیا بزن فمن یعمل مثقال ذرة خیر یره و من یعمل مثقال ذرة شر یره چه شر بی چه خوب کل شان سوال بی نماز سوال بھی روزہ سوال بھی تمام زکوٰۃ فرائض سوال میں جن چک سوال بھی حق تمام تک تک کے حتی ہمسائے و قوم خیش و پدر مادر کہ کل بالات کل شان جوس بھی شان احترام نگہ دار شان حق ادا کن و ناحق مکن و ظلم مکن و عدالت برقرار کن و حرف حق بگو و کسی را بدروغ تهمت مجا و دروغ هم مبند که دروغ عامل تمام گناهانی. پس وقتی چوکان ها یہ تربیت هم بده به سوی قرآن بیا که راه سعادت راه تربیت درست خود قرآن آیا تربیت کن و قرآن معانی سعی کن یادی بده قرآن یاد بده قرآن معانیان یاد بده و گوشی و ماشین موتور در سینهای کوچیک 13 تا 20 سالگی برای بگیر زیرا بچی مغز خالی وقت کسانی بچه تا چطور لوٹ تربیتی کنه مثلا مثال تا موقع دیمه تریاک کشه مثال شب یا کار برال بدین کنه چطور بشه تم مکنه که چطور چوکا ده گوشه مکن چوک دینده او شهر بکل کر پیکنیک تو بخاری میچین که من همشیم یہ کارا مکن غلطی چوک 5 ساله 6 ساله تشان زنگ خوش اتما و بین چیزیں و چوک متقلد حرا بری کنه در جا تقلید کن و یہ چوکان گوشیا چیزهای مبتذل گیندی تو که یہ گوشیاں و شتو که ذهنه را شباز بلوغ زود رس و شهوت ها در درون شان زندگی بیان بلوغ زود رس اهمدان رسی مردم چوشین جهان چیزان بگیند ناشایستی و حتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشی حتی موقع که چوک کوچکی زمان چند ماهگی موقع که هم قابل کنی شما یک چیز پرده ما گوشم که آی احساس داری یعنی تایی حد دیگه نه که گوشی هزاران چرت و پرت و مبتذل چیز داری و آی تفکر کنه درستی چوکی بی با یه تربیت تک و اگر هنده گوشی چیزهای خوبی بده قرآنی پیش دار و قفل کن و برنامه قفل کن و برای چوکان مخصوصی برنامه مخصوصی برحال نرم افزار هشته که تمام آیانا قفل کن و برای بچه چیزی که دل روی باز کن و چیزهای درست و پسندیده در گوشی بل و اما چیزانی که شما و استفاده کن آیانا قفل کنه و برای بچه چیز در قرآن و انواع آموزش چیزان بلید شی تربیت درسته و برای چوکا وقت بلید و ماشین موتور و شانه دور بعد سی میشه جلو بچه هیچ کار ناشایست که انجام مده و گوشت شانه یہ مریا کن و چیزی که تی دیم عدال بدی دیمه مکن اگر توشه من قار حراب رابطه کن و درست کن رای نرابطه اشتباه کتا الان نلوٹا بچه پس دیمه یہ کار انجام مده چون تا دیمه انجام ده تو که ذهن آگه تدایی که کار رو بمیشه من و اگر بعد آیوشی غلط بازم وحشیه شیطان زرینگی دشمن آشکار مشما شیطانی که الله سبحانه تعالی بشی همانا که دشمن آشکار شما شیطانی و آیی شما پرهیز کنه آگه حبرا مگر که آیی در دل و بغض و کینه و اداوت و دشمنی داری نسبت به انسان و آی قسمی یاد کتا در بارگاه الله که تمامی آیانا گمراه کنه جز آن که راه حق و راه اسلام و راه دین و راه قرآن و راه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در پیش گفته و رفیق ناباب نه که برای یک تیر کوئی یه چیز نه برای بجنتی بطو کتی که من چوک اشی راه بدار کتا نه چوشی کار درست نہیں شاید که تی چوک کار راه بکتا و آیه یاد دام شما باید در یک جامعه درست زندگی کنید چطور کلا تربیت ده پس به سوی مساجد تمام بچه های محل تا کل چون تربیت نه چون اگر جا فاسد بی همه فاسد نه پسر نوح با بدن بنشست خاندان نبوت و یک اشعاری در مورد
مولانا که در مورد کنعان و گمراهی او و با رفیق نشتن با بدانش و گمراه بی هستیم و لذا وقت نی برای همیشه هم انشاءالله تعالی شاید در برنامه بعد بتوانی اگر توانتیم یک شعر هک رفیق ناباب نوحی که پیامبرت اما چوکی مکرر با رفیق ناباب نیست و در موقعی که کار گذشت و رفیق ناباب نیست و رسوابی تا دیگه هرچی بوشه کارساز نہیں اما تو که نو در سن که چوکی بزرگ بھی او ده هرچی گوشتی دیگه راه نیاد دیگه ذهنه تداعی بھی تکارای قرار و شیطان جلوه زیبا داتا و خلاص داستان طولانی و وقت نیست همچو کنعان کا آشنا می کرد او که نخواهم کشتی نوح ادو من دعوت دشمنی دارم باتا این نوح من نلوٹا تک کشتی سوار بیام هرچی نوح گوشتی هی مکم بابا بیا من کشتی تو منی که راه نجات و راه سعادتی در یک کشتی ننده و طوفانی مزنی تا اگر میای کشتی تو کا تا نگردی غرق طوفان مهین گفت نی من آشنا آموختم من به جز شم تو شم فروختم هی مکن که این طوفان است بلاست هی مکن که این طوفان است بلاست دست و پا آشنا امروز لاست مولانا بگوشی جانا بعد قهر است تو بلای شم کوش جز شم حق نمی پاید خموش جز شم حق نمی پاید خموش گفت نی رفتم بران کوه بلند آسم آن کوه مرا از هر ازم هی مکن که کوه کا هست این زمان جز نیست خیش را ندهد امان جز جیب خیش را ندهد امان گفت من کی پند تو بشنودم تا کردی من زین دودم خوش نیامد گفت تو هرگز مرا من بریم از تو در هر دو سرا نوح تی چوکی گفت نوح چی گفت هی مکن بابا که روز ناز نیست مر خدا را خیش و انباز نیست تا کنون کردی و این دم ناز کیست اندر این درگاه ویرا ناز کیست لم یلد و لم یولد است او از عدم نه پدر دارد و نه فرزند ناز فرزندان کجا خواهد کشید ناز بابایان کجا خواهد شنید نیستم مولود پیرا کم بناز نیستم والد جوانا کم گراز و آخر دعوانا الحمد لله.